به حضور بعضی ها بد میشه دیگه. و بعضی ها باز خیلی هم علما را خوش دارن، مادرای ما، برادرای ما، خواهرای ما، حتی بعضی خواهرای بی حجاب، خط روان کردن برای ما. بگوین الله اکبر که او مولوی صاحب، من یک دختر بی حیای بی حجاب هستم، نمیخواهم که بی حجابی کنم، راه حل برم نشان بده، راه حل برم بگو. چرا سخنرانی تکراری زدی در این مورد؟ گفتم یک بار، دو بار، سه بار. گفت 10 بار تبلیغ واجب است تبلیغ کنی، برای من تبلیغ کنی، من نگذاری، من خواهرت هستم. در روز قیامت ام الله صاحب از یخلت میگیرم. با ما گفت مرا قرب نامده، کیف کردیم، این خط را در اتاق خود خواندیم و گریه کردیم. ای کاش به هر مولوی خط روان شود، به هر قاری و داملا و صوفی و شیخ و دعوتگر و مجاهد و حاجی این خط روان شود. شما در کوچه و بازار و جاده های شهرتان این قسم ملونه ها را میبینید؟ نمیبینید؟ اینا خواهرایتان هستن، اینا وطندارا هستن. جوان، پدر، برادر، خواهر، چه فکر میکنی؟ چه فکر میکنی اگر امروز رسول الله علیه السلام میبود چه میکرد با اینا؟ بسیار با قطعیت نصیحت میکرد، اینا را دعوت میکرد، اینا را میکشان از راه گناه به سوی ثواب، از راه جهنم به سوی دوزخ. ولا تکونوا کالذین نسوا الله. پس نشوین مانند آنهایی که الله را فراموش کردند، دین الله را، شریعت الله را، قانون الله را. قانون غرب آمد، قانون الله را، او قانون الله، قانون الله به یک مسئله تثبیت میکنه، بره جرمت به یک دقیقه بر تثبیت میکنه. قانون الله، قانون غرب 6 ماه بده و 6 سال بده و هنوزم به تو فیصله نیست. او برادر ابی آدم قتل کرده، تو صبر کو که قانون ای سوانوالی برا که محکمه برا که جنایی برا که پلیس برا که وزارت برا که فلان ریاست برا که بان شورا شود که بان چی شود. این قانون غرب است نه، ولی قانون الله چنین نیست، قانون رسول الله چنین نیست. بسیار آسان است، بسیار زیبا است، بسیار مبارک است. پس بیاییم که از الله بترسیم. رسول الله گفته بلند بگوییم صلی الله علیه وسلم، در آخر زمان یک روز گفتن پشت برادرایم دق آوردم. یا رسول الله شما برادر نداره؟ رسول الله جوره نداره فکرتانه صلی الله علیه وسلم. یا رسول الله شما خود جوره ندارین، برادر ندارین؟ گفت نه، بعضی امتهای من صدها سال بعد میآیند، در وقتی که مردم جفا میکنن اینا وفا میکنن. یعنی اجازه است که بگوییم انشاءالله شما و فامیلای شما. ما فامیلای نداریم که با حجاب هستن؟ نداریم؟ اینا را رسول الله خواهر خوانده. بگوین الله اکبر.